من نمیفهم که آخر جواب دیده کیه سوچوانده کیه برای اون که آخر در اصل ما نگاه میکنیم جواب دیده این ابراهیم اسدالله حساب میشه برای اون که آخر در اینجا اگر که همین زن در حقیقت بفهمد که از طرف همه ابراهیم اسدالله همه خیلی نوع حقی ها هست نوع توضیحی ها هست یا که مثال به شرطی که همه خیلی کارهای نمیشدگید یکم بار آمد خیلی دید همین کارها دوم مرتبه چی با آمد سوم مرتبه چی با آمده باشد چهارم بار چی با آمد آخر اگر باید مقصد همین بدیگری نمیشید این 6 7 مرتبه آمدگی با چی مقصد آمد همین آدم چی مقصد داشت؟ ولی سر خودش هم مقصدش همین بود که همین آدم شرمنده کردن و مقصد او همین بود. خیلی در این دوم همین زن افتیده من ایشان نمیفهمم. ممکن این زن برای که همون رضایش در گفتگوی همین زن در دوم زن که نه افتیده بود اول این زن برای همین با همین مقصد همین آدم در همین دوم بالدانداری شد همین کار کرد. سوده سینوی شهر دوشنبه محترم دولت اسماعیل شنید در مرفع سودی نسبت زیرمای من جزا و معمولت 7 سال داده شد که ما عموما با این داده جزا از طرف محترم رئیس کننده عموما روزگی نیستم چون که محترم رئیس خودشون انیق و دقیق درک کرده اگر میدونن که همین حالت نسبت زیرمای من که از طرف مخمول تفشید پیشکی با مدت 139 قسم 2 بندی ای کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده است دیده بر اومدن من همین رو خواهد کردنم که در وقتی مرفع سودی همه حالتو با شخصا با رئیس کننده معلوم گشت که در کریدورهای زیرمای من 139 قسم 2 بند کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان دیده نمی شود. جبرده رحیم عزیزالله در وقتی با آغوش گرفتن در همونجا سوال گذاشتن که باید همین حالتو شما یکم چیز رو درک میکردید در مرفع سودی جبرده در جواب رئیس کننده گفتن که در حقیقت همه حالتویی که بین من و دامنوی ابراهیم چرگی در نبور صاف شده از همین حالتها رو من همش رو داشت میکردم بعد از اونی که جبرده رحیم عزیزالله گفتن که من تنها برای ثبت کردم با اون ثبت کردم که سوچوانده ابراهیم اسدالله رو به نوار گیرم در مرفع سودی چنین نشان داد که من برای ثبت کردن این نوار این حالت کار رو تشکیل کردم.